درباره قطره آب دیده برادر عزیز، من یک حدیث مثال میارم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در شب معراج شون میگه وقتی ما جنت و دوزخ برای من نشان دادن، من میگه در دوزخ در آمدم، یک آتش خیلی شعله‌ور، یک آتش خیلی کلان بود که جبرئیل او را برای من نشان داد. میگه هیبت او، وهم او میگه در دل من نشست، خیلی خیف بردم. گفتم یا جبرئیل، این آتش اینقدر شعله‌ور، این آتش اینقدر سخت و کلان برای کی است؟ جبرئیل علیه السلام گفت برای گناهکارای امتی تو هستی. میگه این لحظه من در حال گریان شدم، دعا کردم نزد پروردگار، گفتم اینقدر آتش سخت این امتهای من میسوزه. یک لحظه بود میگه یک ملائکه در دستش یک کاسه خیلی میده، در دست یک کاسه خیلی میده آورد، در ته اون کاسه میگه یک کمتر آب بود. همون آب میگه پاشید در بالای همون آتش، هم آتش کلان همه خاموش شد. میگه یگان